از امان لحظه‌ای که تصمیم گرفتی شروع کن، نگو از صبح شروع میکنم. از امروز که رفتی سر هدفت کار کن، نگو شنبه، نگو این جمعه، نه امروز. ایتون به تأخیر ننداز، در تأخیر آفات است. همین لحظه در روانشناسی یک قانون است میگه بعدا نداریم، یک دوسه شروع، این همین لحظه بهترین لحظه شروع کن. امیالی تو شروع کردی امروز تصمیم بگیر بگو به خدا دیگه فکرت تغییر بده، هنوز قلم کاغذ پیش نیفته، فکرت اصلاح کن، تعهد کن پیش خود قسم بگو خدایا این وطن حتما میسازم، خودم میسازم، اخلاق خودم میسازم. وسیله را هدف قرار ندیم. قبلا گفتیم سعادتمندی، خوشبختی، معنویات، رضای خدا هدف اصلی موضوع من است مسلمان. دیگه کل چیز در این راستا وسیله است. این را باید ما و شما باید داشته باشیم. از شروع تا ختم کارت ادامه بدی. شروع کردی یه دفعه برو تا ختمش برو. درگیر کار و فعالیتت باش، حرکت کرده برو، پیش برو، توقف نکن. رهرو نیست گیتون گی استاده را هران که آیسته و پیوسته رفتن برو. هر روز همین گامای مرتمانه ناب داشته باشی بالاخره